بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه کلی قدرمن لیدونکو او لیدونکو د همکارۍ چنل یوټیوب خوږو لیدونکو دوستای عزیز، طبق وعده کاکایی که اینجا با همراه ما هستن ما وعده کرده بودیم، کاکای بی بضاعتی که فامیل 8 نفری را با عهده دارن و از طریق یک کراچی خرد اونا را حمایه و نفقهش برابر میکرد. ما وعده کرده بودیم که انشالله با واسه خودم کاری میکنیم. جا داره تشکر کنیم از محترم خسرو مومند که مقدار پیسه رای کرده بودن تا ما تانستیم برشان یک کراچی دیگه و مواد لازمه که بفروشن روزانه و نفقه اولاد خود برابر کنن گرفتیم و برشان برابر ساختیم که اول که کاکای قند ما گپ میذاریم باز دیگه گپا را در تصویر به شما نشان میدیم. کاکا جان اگه اینجا بیاین اول خود معرفی کنین. سلام علیکم. علیک سلام. خود معرفی کنیم و وعده که کرده بودیم انشالله بس میکنه نمیکنه. اگر بس نمیکنه خیر بازم بیننده های ما میبینه، دوستایی که همکاری میکنن باز انشالله براتون راهی میکنه و همکاری میکنه. و اینا برای تو حاجی صاحب برای ما وعده کرده بودی، کراچی هم گرفتی، این مواد هم گرفتی که ما بسیار کمک کردی و خانه آباد، خانه همون کسی که برای ما کمک اجرای کرده به تو بسیار نازم و بسیار خیر ببینه. تشکر میکنیم که دگام که ما کمک کنه به تو بته که به ما غریبا بیچاره همیشه اینم تو کمک برسه. و دیگه خب دیگه که به ما نمیته، کل چیز خلاص است. 8 نفر ناخور، کرای خانه، برق، کل چیز، هیچ چیز نداریم غیر دربار خدا. شما که همیشه همکاری میکنه، همیشه زنده باشه حاجی صاحب. امو نفر که همکاری میکنه و هم که فامیلش که اولاداش کلش زنده باشه. خیر باشین کاکای قندیم. انشالله که یک چیزی شوه که به شما شوه. من خواهش از شما دارم که از این بعد به جای از اینی ما قوطیکای خریدیم اینجا از او استفاده کنیم، به خاطر از اینکه شما پیش مکتب استاد میشین، یک شاگرد مکتب می از او میخره نشه که خاک ششته از او مرض بگیره. من خواهش من است که از بعد از خیرتون دای قوطیکا ما براتون گرفتین 10 دانه 8 دانه گرفتین، دیگه هم میگیریم ان شاء الله، دیگه هم میگیریم. ما کدا این آورد قوطیا را این ما خاصگا کو این جلغوزا و کدورا سنجت از یار کلش که میپرتیم که خاک نشینه که تفلکای مکتب مریض نشه. یک جان تشکر، خیر ببینی حاجی صاحب. برای که ما کمک کردی، از این که کمک خب دیگه کس نمیکنه. کدام دولت به ما کرده؟ کی میکنه؟ همه در خارج که هستن. یک جان تشکر، خدا دگام بتدشون که ما غریبا همیشه کمک کنن که حاجی صاحب بته به ما غریبا برسانه. آمین. انشالله میکنن، انشالله میکنن و شما مطمئن باشین که ما به طریقه احسنش به شما میرسانیم. از ادریس جان تقاضا میکنم، ادریس جان شما اگر زحمت نشه بیاین، حبیب جان خودتون بیاین، همین موادی که هست از خیرتون به می خالی کنین که خوب میاد طرف کامera بیارشان که همین دوستایی که میبینن دلشان جمع شوه که صحیح است، از دایی خاک نمیگیره، سرشان پود میباشه. بسیار تشکر دیگه. انشالله باز خودشان چی میکنن. خیر ببینید ما قطعی دیگه هم میگیریم، بس دیگه خودشان جور میکنن. حبیب خان اگر زحمت نشه اینجا جمپر و گپام هست هموارم بیارین. بیا بچم بیا اینجا بیا. اینی اینجا بیا. اینی بوتکار انشالله که با پایت بیا. حبیب خان میره برش بته. اینم بوتکار ده. اینا بپوش و جراب است. هر وقت خیر خانه که رفتیم بپوشیم. اینی هم جراب خودت، اینی هم جراب کاکا از خودت. زنده باشی. اینی هم جمپر. حبیب خان میره بپوشانش. بگی بچه میگه بپوش. میبینی؟ این طرف بیاین. اینا یا جان تشکر. اینا در جای بی بی که چی فروخته میشه چی فروخته نمیشه. کاکا جان پر پاس کس خیلی
جعفر که باقت بده انشاءالله پوتاش برابر است. جمپر کلاه یک جمپر رو این آجی سایدان برمان کردم که دواران چیز این از مرده گردم روز بر روز خانه شما پروردگار درگام شما را کمک کنه که برای ما به تو کمک کنه گرد باشید.